نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد سبحانك سوره مبارکه قاف هست. ابتدا مناسبت سوره با سوره های گذشته، اون چه که در سوره های محمد، فتح و حجرات خواندیم تقریبا یک موضوع بود. در سوره محمد موضوع جهاد بود و در فتح اثرات جهاد یعنی فتح و پیروزی، و در سوره حجرات بعد از جهاد دستورات لازم برای نظم و نسق، اموری که باید اون امور را رعایت کنیم تا یک جامعه منظم داشته باشیم. حال از سوره مبارکه قاف تا آخر قرآن مجید تقریبا یک موضوع هست. در این سوره ها که همه این سوره ها یا اکثریت قاطع این سوره های مکی هستند، موضوع قیامت و معاد در این سوره ها بحث میشه. در سوره های قبل از سوره محمد که حوامیم بودن موضوع توحید بود. در این سوره ها موضوع قیامت و معاد هست. اصل این دوتا هستند، ایمان بالله و ایمان بالیوم آخر. ایمان کسی به خدا و به توحید و یگانگی داشته باشد و ایمان به روز آخرت و رسالت رسول الله، این نجات می‌یابد. پس ایمان به قیامت یکی از واجبات و یکی از فرائض و ارکانی هست، اصولی هست که بدون اون انسان نمیتونه مسلمان باشه. مشرکان در طول زمان نسبت به قیامت ایمان خوبی نداشتند. اکثر مشرکان در زمانهای گذشته وقتی که انبیا قیامت را مطرح میکردند مسخره میکردند و بعد با عقل خودشون با قیاس عقلی رد میکردند. هرچی که تو عقل دنیاوی میآمد همین را قیاس قرار میدادند و ملاک قرار میدادند و قیامت را رد میکردند. در این سوره ها هم تأکید هست بر قیامت و هم در بعضی از سوره ها تصویری الله تعالی از قیامت میکشد، چه شرایطی اونجا حاکم میشه، و هم احوال مختلف قیامت، انسان ها در چه وضعیت خواهند بود. و ربط این سه تا سوره قاف
و بعد از سوره قاف سوره ذاریات میاد و بعد از سوره ذاریات سوره طور میاد. اینها هر یک موضوع قیامت را علی سبیل ترقی بیان میفرمایند. مثلا در سوره قاف داریم که الله تعالی میفرماید آنچه که شما وعده داده میشوید اون چی هست، کذالک الخروج. خداوند مثال ذکر میفرماید، بعد از اون مثال میفرماید کذالک الخروج، یعنی ای مردم، ای بندگان، خروج شما از قبرها به همین صورته، به همون صورتی که یک بوته و یک جوانه از زمین میروید و زنده میشه. در سوره ذاریات علی سبیل ترقی الله میفرماید که ان الدین لواقع و انما توعدون لواقع و انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. وعده ای که شما از سوی الله تعالی داده میشه وعده صادق است و جزا واقع میشه. دین به معنی جزا، هم به جزای نیک گفته میشه هم به جزای بد گفته میشه. این در سوره ذاریات است. و بعض در سوره طور علی سبیل ترقی میفرماید ان عذاب ربک لواقع، عذاب رب که کیفر اعمال بسیاری از شماست اون واقع میشه. پس در هر سه صورت تقریبا موضوع یکی هست اما علی سبیل ترقی. الله میفرماید والقرآن المجید، سوگند به قرآن مجید. اینجا الله عزوجل قرآن مجید را مقسم بهی قرار دادند، یعنی مورد قسم، یا قرآن مجید را شاهد قرار دادند. چون انسان به کسی که قسم میخورد او را شاهد قرار میده. ما وقتی میگیم والله معنی اینه که خدا شاهده. وقتی خداوند میفرماید والعصر معنیش اینه که عصر و تاریخ شاهده. وقتی میفرماید والقرآن المجید معنیش اینه که قرآن شاهده، قرآن گواه است. خب این قسم شد. قرآن المجید مفسرین گفتن المجید به معنی ذو المجد و الشرف. المجید به معنی چی؟ ذو المجد و الشرف، اون قرآنی که دارای مجد و شرف است. الله به اون قسم میخورد. جواب قسم چیه؟ علماء لغت یا مفسران هر یکی یک جوابی را که جوابی که خودتون از فحوای کلام بفهمید، از ما قبل و ما بعد، جوابی که شما خودتون استنباط کنید. مثلا جواب قسم نزد اخفش و مبرد و زجاج اینه که لتبعثن، چون بحث قیامته. والقرآن المجید لتبعثن، قسم به قرآن مجید که شما مبعوث میشوید، یعنی بعد از مردن از قبرها چی میشید؟ بلند میشوید. بعضی این جواب را ذکر کردن. بعضی گفتند، ابو حیان گفته والقرآن المجید انک جئتهم منذر، قسم به قرآن مجید که تو به عنوان منذر آمدی، تو به عنوان ترساننده آمدی ای رسول مکرم. حضرت شیخ رحمه الله، شیخ ما مرشد ما میفرماید، ایشون جوابی مقدر میفرماید که حد در اون جواب هم رسالت است هم قیامت است. والقرآن المجید انک لرسول صادق و ان الساعة لواقع، یا انک لرسول حق و ان الساعة لواقع. قسم به قرآن مجید که تو پیامبر بر حق خدا هستی و قیامت هم برپا می شود، یک روزی اتفاق می افتد. چون که دلایل هم رسالت است هم قیامت است. مثلا ببینید ابتدا درباره رسالت الله تعالی سخن می فرماید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. الله می فرماید اینها تعجب کردن، مشرکان تعجب از این موضوع که ان جاءهم منذر منهم، منذری ترساننده بیم دهنده از میان خودشان آمده. فقال الكافرون هذا شیء عجیب،
برای کافران این واقعا عجیب بود که پیامبری بیاید از بطن و از متن خود ما، بشر، از بشریت پیامبر تعجب میکردند. فقال الكافرون هذا شیء عجیب، کافران گفتن این چیز عجیبی هست که پیامبر از ما بیاید. پس یکی از تعجبات اونها بر پیامبر بود و تعجب دیگری اونها بر بعث بعد الموت بود، زنده شدن بعد از مرده ها. چرا از چی تعجب داشتن؟ اونها از این که اذا متنا و کننا ترابا، آنان می گفتن آیا هرگاه ما بمیریم و تبدیل بشیم به خاک، اذا متنا و کننا ترابا، آیا ما هرگاه بمیریم و تبدیل بشیم به خاک، ذلك رجع بعید، این بازگشت، راجع یعنی بازگشت، این بازگشت بعیده، ای بعید عن العقل، این از عقل بدور، اصلا تو عقل نمی گنجه که انسان تبدیل به خاک بشه، تبدیل به استخوان پوسیده بشه، دوباره زنده بشه. اونا از این چی تعجب داشتند، اینا بعید از عقل می دانستن. بنده عرض کردم انسان زمانی گمراه میشه که انسان بیاید مسائل دینی را، مسائل اخروی را بیاید با ترازوی عقل ترازو کند. ما باید با ترازوی شرع و ترازوی وحی ترازو کنیم، ولی اینها با عقل خودشان. لذا می گفتن ذالک رجع بعید، این بازگشت بدور از عقل. الله عز وجل جواب میده. الله می فرماید قد علمنا ما تنقص الارض منهم. چرا مشکله؟ چرا بعیده؟ ما میدانیم، یعنی من خدا میدانم ما تنقص الارض منهم، زمین چی کم میکند از اونها. یعنی الله عز وجل میفرماید وقتی که انسان میمیرد و جسدش را در خاک میگذارند و زمین این جسد را میخورد، ذرات این جسد تبدیل به خاک میشه، بعضی تبدیل به استخوان میشه، بعضی ها را بادها میبرند. اینها تمام ما میدانیم این ذره کجا رفت، اون ذره کجا رفت، چون الله عز وجل همه چیز را میداند. هیچ چیزی نیست که از علم خدا مخفی باشد. الله تعالی یه جای جالب میفرماید، همه جزئیات را ذکر میکنه. و ما تکون فی شأن، شما در هر کاری باشید، و ما تتلو منه من قرآن، شما مشغول تلاوت قرآن باشید، ولا تعملون من عمل، شما هیچ عملی انجام نمیدهید، الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، مگر ما اونجا حاضریم که شما چه کاری میکنی، شما وارد اون کار میشید. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، به اندازه یک ذره مثقال از پروردگار چیزی مخفی نیست، نه در زمین نه در آسمان. این ذره به کجا داره میره الله میدونه. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، از این ذره کوچکتر یا از این ذره بزرگتر هر چی باشه در کتاب مبین، در علم الهی، در لوح محفوظه. لذا برای کسی مشکل باشد که علم داشته نباشد و قدرت داشته نباشد، که این هر دو را رب العالمین به وجه اکمل دارند، به صورت کامل دارند. لذا الله می فرماید قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما میدانیم که چه چیزی را کم میکند زمین از اینها، یعنی از اجساد اینها کم میشه و چی میشه؟ جذب زمین میشه. و عندنا کتاب حفیظ، نزد ما کتابی است که همه چیز را حفظ میکند، یعنی لوح محفوظ. ببینید کسی تعجب کند که نسبت به الله عزوجل و نسبت به قدرت الله عزوجل بیگانه باشد، ناآگاه باشد، ولی مسلمانی که اعتقاد دارد الله تعالی ذرات را میداند. همین الان
که این جسم سالم را من و شما داریم. همین الان من و شما نمیدونیم این جسم از چه ذراتی تشکیل شده، الله میداند. من و شما وقتی که غذایی مصرف میکنیم، بنده همیشه این مثال را عرض میکنم تا یک مقدار ذهنها باز بشه و بدانیم این چیز از همکنون هست. وقتی که سفره را باز میکنیم و روی سفره غذاهای رنگارنگ را میبینیم، این غذاها از کجا آمدن؟ جسم ما از همین غذاها داره رشد میکنه، نشو و نما پیدا میکنه. این غذاها مگر از ذرات عالم نیستند؟ این برنج از یک گوشه دنیا آمده، گوشت از گوشه دیگر دنیا آمده، گندمی که نان درست شده از کجا آمده؟ این عرض کنم میوهی که شما مصرف میکنید، هر میوهی از یک شهر و از یک استان و یک کشور آمده. این دوایی که شما استفاده میکنید و این دوا زخم شما را التیام میبخشد، مریضی داخلی را التیام میبخشد، این دوا سبب رشد بدن میشه. این دوا خدا میدونه از کدوم جنگل های آفریقا بوته گرفته شده و دوا درست شده. یعنی همین جسمی که الان من و شما داریم پرورش میدیم، که در واقع رب من و شما پرورش میده، همین جسمی که داریم هی بزرگش میکنیم، هی چاق و چلهش میکنیم، این جسم، ذرات این جسم از گوشه گوشه دنیا هست یا نیست؟ الله یه چیز را از یک گوشه دنیا برای ما انتخاب کرده. یه روزی سفره نگاه کردیم، سبحان الله، برنجی بود از پاکستان، آب اناری بود گفتن از قندهار افغانستان آمده، موز هست گفتن این مال لبنان هست، نمیدونم گوشتش از کجا. هر چیزی شما مطالعه بکنید از کجا دنیا آمده. همین الان این جسم من شما متشکل شده از ذراتی که از تمام این عالم اون داره جمع میشه. پس وقتی که این دوباره پودر بشه، دوباره این ذرات پخش بشه، مثل بعضی از ادیانی که میگیرند این جسم را میسوزانند، خاکستر میکنند، تو دریا پخش میکنند، اون ذرات را رب میدوند، من و تو نمیدونیم. من و شما مشکل ما این هست، اینها این بدبخت هایی، من و شما را الله عزوجل ایمان و یقین کامل بده. این بدبخت هایی که اینطور قیاس میکنند، مشکلشون اینه که علم الله را به علم خود قیاس میکنند، قدرت الله را به قدرت خود قیاس میکنند. من که ناتوانم، نه علمی دارم نه توانی دارم، ولی الله عزوجل، الله اینجا داره میگه قد علمنا ما تنقص الارض منه، هر چه زمین کم میکنن ما میدانیم. و عندنا کتاب حفیظ، نزد ما کتابی هست که همه چیز را حفظ میکنن، همه چیز تو اون ثبت و ضبط میشه. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، الله می فرماید اینها بلکه تکذیب کردن حق را. حق یعنی قرآن، حق یعنی رسول الله، حق را تکذیب کردن لما جاءهم، وقتی که حق پیش آنان آمد. فهم فی امر مریج، آنها در یک امر چی هستن؟ مریج. مریج دو معنی داره. مریج یعنی مضطرب، اینا خودشون الان پریشان مضطربند، نمیدونن قیامت هست یا نیست، هی تردد دارند. و یک معنی مریج هست، مریج به معنی فاسد، مثل میگویند که مرجت امانات الناس ای افسدت، امانت های مردم چی شد؟ فاسد شد. لذا الله میفرماید که فهم فی امر مریج، اینها در امر مریج هستند. و بعضی گفتن مریج ملتبس، مختلط، خلط، قاطی شده، یعنی اینا قاطی کردند. یک بار میگن که قیامتی نیست، یک بار میگن اگر باشد، شک دارند. لذا اینا شک و تردد دارند. حال الله عزوجل برای اثبات قیامت مثال بیان میفرماید که از این مثال کسی که عقلی داشته باشد، درک درستی داشته باشد و روی این مثال تمرکز بکند، فکر بکند، او میتونه که از این مثال اون نتیجه‌ای که قرآن میگه اون نتیجه را داشته باشد. الله عزوجل مثال را شروع میفرماید با قدرت خودش از آسمان. اول شما آسمان را نگاه کنید،
اونجا آسمان یکی از مظاهر قدرت رب العالمین است. چه آسمانی، چگونه منظم، چقدر بزرگ، چقدر وسیع، چقدر بلند آفریده. این کاری کی میتونه باشه؟ کاری هیچ یک از مخلوقات حتی نمیتونن که کامل ببینند. الله میفرماید افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، آیا آنها نگاه نمی کنند به آسمان بالای سرشون هست؟ کیف بنیناها، ما چگونه این آسمان را بنا کردیم، و زیناها، و چگونه این آسمان را ما مزین و آراسته کردیم، و ما لها من فروج، برای این آسمان هیچ شکافی، هیچ پاریدگی شما نمی بینید. پاره نیست، سالمه، شکاف ندارد. شما نمی بینید این آسمان را با این عظمت. خب یک قدرت معمولی نمیتونه درست بکنه. خدمت شما قبلا عرض کردم که الله عزوجل وقتی که برای اثبات قیامت در قرآن مجید دلائل بیان می‌فرماید، سه نوع دلائل بیان می‌فرماید. یکی این که از مخلوقات بزرگ مثال میزنه و قدرت خودش را ثابت میکنه. مثلا میگه آسمان را نگاه کن، آسمان را با این وسعت، با این عظمت، با این بزرگی الله پیدا کرده. انسان را نمیتونه پیدا کنه؟ اانتم اشد خلقا ام السماء، آیا خلق شما مشکل تر است یا خلق آسمان؟ بناها رفع سمكها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. ببینید چه نظام عجیبی الله درست کرده. آسمان با این وسعت مثل خیمه بر شما گذاشته و سقفش را بلند کرده. تو این آسمان الله عزوجل ستاره ها گذاشته، خورشید گذاشته، اغطش لیلها. لذا وقتی که به این بزرگی مخلوقی را میتونه بیان درست کنه، شما را به طریق اولا میتونه درست کنه. مثال دومی که الله عزوجل تو قرآن بیان میفرماید، این سه مثال را یاد کنید، اینها همیشه دلائل اثبات قیامت هستند. مثال دومی که الله بیان میفرماید، شما همه چیز را با عقل نگاه میکنید که شما دوباره بمیرید از زمین چطور دوباره زنده میشید. خب شما همین هم مگه با عقل جور در میاد که یک قطره، یک نطفه، این نطفه یک نطفه بیجانی است، چطور از این یک انسان سمیع و بصیر و بلبل زبان و چالاک و دارای همه کمالات از این نطفه درست میشه؟ الله تعالی میفرماید که هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان یک زمانی بود هیچ چی نبود. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. از یک نطفه‌ای که غاطی شد تا نطفه مرد و زن، این چه انسان با کمالی، با هنری، چقدر علم داره، چقدر زرنگه، چقدر چالاکه، سمیع بصیر، همه چیز میبینه، همه چیز میشنوه، همه چیز درک میکنه. چقدر این انسان فهم داره، عقل داره که دنیا را در اختیار خودش گرفته. بر آسمان هم حکومت میکنه، بر دریا هم حکومت میکنه، بر زمین. این از چی درست شده؟ از یک نطفه. لذا این یکی دیگر از دلایل. اگر میخوای با عقل بسنجی، اینا هم با عقل جور در نمیاد. سوم مثال برای قیامت و ثبوت قیامت یا مرده شده، زنده شدن مرده ها، الله از زمین بیان میفرماید. زمین را ببین، زمین خشک و خالی، زمین بی آب و علف، هیچ اثری از حیات نیست، هیچ اثری از زندگی نیست. الله باران را میباراند، مدتی بعد میبینی سبحان الله این زمین زنده شد، این زمین یک چمنزاری شد، این زمین روز بروز شادتر میشه، روز بروز آبادتر میشه. خب این زمین مرده را کی زنده کرد؟ همون ربی که این زمین مرده را زنده کرد، اون انسان مرده را هم زنده میکنه. لذا این نوع دلائل را الله در قرآن بیان میفرماید. اینجا یکی از همون دلائل است. الله میفرماید افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها، آیا اینها نگاه نمی کنن به آسمان بالای سرشان هست چگونه ما بنا کردیم آسمان را، و زیناها، ما چگونه آراسته کردیم آسمان را. چه زیبا. انسان یک شبی که مهتابی نباشد، یک شبی که تار باشد، تاریک باشد، ماه نباشد، بره
جایی که برقم نباشه تماشا بکنه آسمان را با اون ستاره هایش، با اون کهکشان های مختلف. سبحان الله، انسان لذت میبره، اعصاب انسان راحت میشه وقتی که اون زیبایی را میبینه. لذا الله میفرماید که و زیناها، ما آراسته کردیم او را، و ما لها من فروج، این آسمان هیچ شکافی هم نداره. والارض مددناها و القینا فیها رواسی، زمین را ما کش دادیم، گسترانیدیم و در زمین انداختیم میخها، یعنی کوها را. و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، الله می فرماید ما رویاندیم در این زمین از هر نوع، زوج اینجا به معنی نوع هست، از هر نوع، بهیج یعنی تر و تازه، هر نوع میوه ها، سبزیجات، درختان، علفزارها، بوتها، گلها، تر و تازه. انسان گاهی مناظر زمین را نگاه میکنه، سبحان الله، خداوند عزوجل چطور زمین را نقاشی کرده، چطور زیبا درست کرده. تبصرتا، همه اینها اگر کسی عقل داشته باشه، اگر کسی دین داشته باشه، تبصره هستند. تبصره یعنی سبب روشنی چشم هستند، چشم انسان باز میشه، و ذکر قلب انسان باز میشه. ذکر یعنی تذکرند، پندند، هم باعث بصیرت میشن و هم باعث بصارت میشن. بصیرت یعنی درک قلب، بصارت یعنی درک چشم. هم اینها تبصره هستند، موجب روشنی چشم میشن، و هم اینها ذکرها هستند برای فهم انسان. تذکرن لکل عبد منیب، اما یک کافری که اعتقاد ندارد او پند نمیگیرد. اون انسانی الله میفرماید پند میگیرد که بنده انابت کننده باشد، بنده که در وجودش انابت است، در وجودش حق طلبی هست. لکل عبد منیب. ادامه دلائل الله می فرماید و نزلنا من السماء ماء، ما از آسمان آب نازل کردیم مبارکن، این آب بابرکتی هست. سبحان الله، آبی که از آسمان می آید واقعا بابرکته. چند لیتر میاد؟ چند هزار لیتر میاد؟ این حسابش را الله عزوجل بدونه. اینجا روی زمین وقتی که آبها را مصرف میکنیم، حکومت ها و ادارات و وزارتخانه ها پریشان میشند، هی توصیه میکنن مصرف را پایین بیارید. اینقدر میلیون لیتر در روز مصرف میشه، همش حسابه، همه کتابه. ولی چقدر الله آب نازل کرد کسی میدوند؟ معلوم نیسته. قطراتش میلیاردها میلیارد قطرات که اینها روی هم جمع میشه، چقدر میشه؟ لذا الله میفرماید آب بابرکتی است، اما به وسیله این آب چه میشه؟ فانبتنا به جنات و حب الحصید، ما رویاندیم به وسیله این آبها باغات را، و حب الحصید و دانه دروشده. بعد از مدتی شما گندم دیمه‌تون، جو را، برنج را، اینا را چکار میکنید؟ درو میکنید. یک دانه و حبوباتی به دست شما میرسد که حصید هست، درو شده هست. و نخل باسقات، و همچنین نخل خرما و درخت خرما که باسقات قد بلند است، لها طلع نضید، برای اون نخل خرما میبینی که خوشه‌ای هست ته به ته. چطور خرماها زیبا روی هم چیده شدند، اصلا فکر میکنی که کسی آمده اینها را با دست اینطور منظم و مرتب چیده و کنار هم چسب زده. لذا الله اینا به صورت طبیعی خود به خودم اینطور در میاند. این نظم، این زیبایی که انسان از تماشایشون لذت میبرد. لذا الله میفرماید خوشه ته به ته دارد. رزقا للعباد، اینا همه برای چی است؟ این آب را ما انتظام کردیم برای رزق بندگان. و احیینا به بلدة میتا، الله میفرماید به وسیله این ما زنده میکنیم شهر مرده ای را. حکمت انزال دوم چیه؟ شهری که مرده هست، الله عزوجل اون شهر مرده را
به وسیله همین آب زنده می کند. خب این خودش یک نمونه شد برای زنده شدن. یک زمینی بود، یک بیابانی بود، یک شهری بود، هیچ اثری از آبادی نبود، خشک، سیاه سوخته، زمین ته رفته. اما بعد از اینکه باران میاد این شهر چطور زنده میشه، چقدر زیبا و دیدنی میشه. الله میفرماید کذالک الخروج. این موضوع محوری و مدعای سوره همینه. کذالک الخروج، بندگان خروج شما از قبر همینطوره. یعنی همونطور که میبینید از این شهر مرده چطور یهو تمام زمین زنده میشه و هر چی از زمین بیرون میاد. شما هم یک روزی که اسرافیل سور را میدمد، در بعضی روایت ها آمده اونجا هم باران میبارد. در اون روزی که سور دمیده میشه الله عزوجل بارانی هم میبارند. به سبب همون باران تمام مرده ها زنده میشند و از قبرها بیرون میشند. لذا الله میفرماید این دلیل اثبات قیامت است. اما ببینیم کسانی که تکذیب کردند، کسانی که نپذیرفتند، اونها نتیجهشون چی شد؟ الله میفرماید کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود. قبل از این قریش مکه تکذیب کرد. چه کسانی تکذیب کردند؟ باور نکردند، تکذیب کردند. قوم نوح تکذیب کرد و اصحاب الرس و صاحبان چاه تکذیب کردند. رس میگویند چاه را. در رابطه با اصحاب الرس بیشتر از این در قرآن مجید نیامده و بعضی از مفسرین چیزهای نوشتند. بعضی نوشتند که اصحاب الرس اینها کسانی بودند یه جای چاهی داشتند، اونجا زندگی میکردند. خداوند در یکی از سرزمین های شام خداوند عزوجل پیغمبری برای اینها فرستاد به نام حضرت حنظله بن صفوان. حنظله بن صفوان اینها را تبلیغ کرد، اینها قبول نکردند، انکار کردند، بر اونها عذاب آمد. لذا الله اینجا نمونه عذاب ذکر میفرماید. الله میفرماید قوم نوح تکذیب کردند، اصحاب الرس تکذیب کردند و ثمود تکذیب کرد قوم ثمود و عاد قوم عاد تکذیب کرد و فرعون هم تکذیب کرد و اخوان لوط و برادران لوط یعنی قوم لوط. همه این سرکش ها که داستانشون مفصل تو سوره ها هست، اینها به چه کیفر بدی گرفتار شدند. و اصحاب الایکه و همچنین تکذیب کردن قوم شعیب. اصحاب الایکه، ایکه میگن جنگل انبوه را، اونا چنین جنگلی زندگی میکردن. و قوم تبع و همچنین قوم تبع تکذیب کرد. قبلا عرض کردم خدمت شما تبع حمیری که از پادشاهان، از لقب پادشاهان یمن است. تبع لقب پادشاهان یمن است. قوم تبع یعنی قوم اسعد معدی کرب که از پادشاهان یمن بود، اونا هم تکذیب کردن. همه تکذیب کردن مثل شما ای قریشی ها، ای اهل مکه، ای عرب ها. نتیجه چی شد؟ الله می فرماید کل کذب الرسل، همه و همه تکذیب کردن رسول را. فحق وعید، نازل شد بر آنان وعید الله یعنی عذاب نازل شد. ای قریش، ای مخاطبین، شما هم اگر تکذیب بکنید شما خونتون رنگین تر از اونها نیست، برای شما هم عذاب میاد. افعینا بالخلق الاول، الله می فرماید آیا ما خسته شدیم؟ مگه ما خسته شدیم از خلق اول، از پیدایش اول؟ خب شما ما قبول دارید که اولین پیدایش شما توسط الله هست، الله شما را پیدا کرده. افعینا بالخلق الاول، آیا ما خسته شدیم از آفرینش اول؟ الله می فرماید بل هم فی لبس من خلق جدید، اینها درباره پیدایش اول ما هیچ شکی ندارند. شک اینها در رابطه با خلق جدید است. بل هم فی لبس یعنی در اختلاطند، اینها قاطی کردند، پریشانند، مضطربند.
از خلق جدید نمیدونن چی کار بکنند. لذا الله عزوجل در رابطه با قیامت و اثبات قیامت اینجا دلیل بیان فرمود. این رکوع اول بود. در رکوع دوم الله ذکر می فرماید وقتی که قیامت باشد چه شرایطی چه حالتی شما دارید. اونجا وقتی که پیش خدا بیایید، اول الله عزوجل قبل از قیامت و قبل از موت اون احوال را بیان می فرماید و بعد از اون احوال بعد از موت. الله می فرماید ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، همانا ما آفریدیم، ما خلق کردیم انسان را و ما می دانیم آنچه که نفس انسان به او وسوسه می کند. تو دلش باور قیامت است یا انکار قیامت؟ الله می فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به این انسان از شاهرگش نزدیکتر هستیم. بنیسه به اعتبار علم، یعنی ما از ته و ته انسان میدانیم، از همه زیر و بم انسان میدونیم، از همه رمز و رموز انسان ما خبر داریم. ما از شاهرگ به او نزدیکتر هستیم. حال الله عزوجل بحث انضباط اعمال را بیان می‌فرماید. این که شما در دنیا هر چی دلتون میخواد بکنید اینطور نیست. اعمال روی یک انضباطی هستند، روی یک نظم خاصی اینا ثبت و ضبط میشند، اینا نوشته میشند. الله می‌فرماید اذ یتلقى المتلقیان، زمانی که ملاقات میکنند دو ملاقات کننده، یعنی دو تا فرشته که برای انسان تعیین شدن، عن الیمین و عن الشمال قعید، از راست و از چپ نشستن بر انسان، از راست و از چپ بر انسان مسلط هستند. یکی قسمت راست یکی قسمت چپ. در این فرشته ها یکی حسنات را می نویسد، یکی سیئات را می نویسد. ما یلفظ من قول، این انضباط اقوال، هر کاری بکنی هم ثبت میشه، هم هر قولی بگی هم ثبت میشه، شوخی باشه جدی باشه همه چیز را می نویسد. ما یلفظ من قول، الله می فرماید هیچ قولی انسان نمی اندازد، یعنی هیچ قولی تلفظ نمی کند، الا لدیه رقیب عتید، مگر نزد او نگهبانی هست آماده باش. نگهبان آماده باشه. چی میگه؟ داره امر به معروف میکنه مینویسه، داره غیبت میکنه مینویسه، داره بهتان میگه، دشنام میده، هر چی میکنه، قرآن میخوانه، هر چی انسان انجام میده و مینویسه. سبحان الله میگه هم مینویسه، کلمه شرکیه میگه هم مینویسه. لذا الله میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ قولی از زبانش خارج نمی کند، از دهانش نمی اندازد، مگر نزد او یک نگهبان آماده باش هست. عتید یعنی آماده باش. و جاءت سکرة الموت بالحق، حال بعد از این که انسان همه اقوالش، اعمالش، الفاظش نوشته میشه، آخر انسان میمیرد، نه؟ حال میرسیم به مقدمه وقوع قیامت. و جاءت سکرة الموت بالحق، ای انسان حال فرا رسید، آمد سختی موت به حق آمد. سختی موتی که هر یکی میگریخت، هر یکی فرار میکرد. هی مریض میشدی دکتر میرفتی که یک وقتی نمیرم، هی خودت را چک میکردی، آزمایش میگرفتی، قلبت را، عرض کنم که قندت را، بقیه فشارت را. الان آخر یک روزی میاد هرچی فرار میکنی. الله میفرماید ذالک ما کنت منه تحید، این اون چیزی است که ای انسان از این فرار میکردی. منه تحید، از این فرار میکردی، تدبیر میکردی، برنامه ریزی میکردی که من کشته نشم، من یه وقتی موت بر من نیاد. پادشاه بودی، بزرگ بودی، تیم پزشکان و متخصصان داشتی، شب روز چکت میکردن، اما آخر
آخر میاد نه. ذالک ما کنت منه تحید و نفخ فی الصور. این که میگذرد، مرگ میاد، آخر یک روزی میاد که سور هم دمیده میشه. سور دمیده میشه، منظور از این سور نفخه اولا نیست، نفخه ثانیه هست. انسان میمیرد، چون بحث موت انسان آمد، انسان مرد، بعد از مرگ چیه؟ دمیدن سور. الله چون از قیامت بحث میفرمه، از عالم برزخ و قبر که اونجا چه خبر است، از اون بحثی نیست، اونجا در آیات دیگه بحث است. الله میفرماید و نفخ فی الصور، بنویسه نفخه ثانیه، سور دمیده میشه. ذالک یوم الوعید، گفته میشه ای انسان این روز روز وعید است. انسان به محض اینکه سور دمیده بشه همه از قبرها بلند میشن، همه قیام میکنند، به قول دبستانی ها همه برپا، همه بعد از اینکه بلند بشند. الله میفرماید و جاءت كل نفس معها سائق و شهید. هر نفسی میآید همراه هر نفس دو تا فرشته، هر انسان دو تا فرشته با خودش همراه داره. یکی سائق است، یکی سائق است یعنی انسان را راهنمایی میکنه بفرما بیا، و یکی دیگه به عنوان گواه هست، اون میاد میخواد بیاد گواهی بده که تو چی کردی تو دنیا. سائق و شهید. علامه آلوسی اینجا روایت نقل کرده في حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر مرفوعا، از جابر رضی الله تعالی عنه کیشون از رسول الله نقل کرده، تصریح بأن ملك الحسنات و ملك السیئات، اینها همین دو تا فرشته حسنات و سیئات هستند. دو تا فرشته که تو دنیا با انسان همراه بودن، احدهما سائق والآخر شهید. یکی اونجا میشه سائق، انسان را سوق میده، انسان را راهنمایی میکنه، دیگری همون گواه هست، به عنوان گواه و به عنوان شاهد همراه میشه. لذا الله میفرماید که به این انسان گفته میشه بیا به میدان حشر. و جاءت كل نفس معها، می آید هر نفسی همراه با او در میدان قیامت و در میدان محشر. سائق و شهید، دو نفر هستند، دو تا فرشته، یکی سائق و راهنما هست که انسان را سوق میده و دومی گواه هست. لقد كنت في غفلة من هذا، این جمله به مجرمین گفته میشه به عنوان تذلیل مجرمین. الله می فرماید ای مجرم، همانا تو در غفلت بودی از این قیامت، تو بی خبر بودی، هیچ وقت به فکر این قیامت نبودی. فکشفنا عنک غطاءک، الله می فرماید ما دور می کنیم از تو پرده چشم را. در این دنیا پرده چشم ما داشتیم، واقعیت را نمی دیدیم، اونجا واقعیت را می بینیم. پرده چشم را دور می کنیم. فبصرک اليوم حدید، چشم تو امروز بسیار تیزبین است، خیلی تیزبین. اونجا همه چیز را می بینی، بهشت را هم می بینی، جهنم را هم می بینی، محشر را می بینی، صراط را می بینی، اون چی که در قرآن و سنت اینجا گفته شده اونجا همه را مشاهده می کنی. وقال قرینه هذا ما لدی عتید. انسان دو تا قرین داره، قرین به معنی همراه، همدم، رفیق. یکی از این دو تا قرین فرشته هست که فرشته کارش ثبت و ضبط بوده، و یک قرین دیگه شیطان بوده که انسان را هی تو گوش انسان میخونده، انسان را گمراه میکرده. هر دو تا قرین اونجا هستن. یک قرین گواهی میده، یک قرین اعلام براءت میکنه، میگه خدا من کار ندارم، خودش گمراه شد. هر دو قرین هستن. این اولین قرین فرشته هست. وقال قرینه هذا ما لدی عتید، میگوید همراه او این آن چیزی که نزد من آماده هست. خدایا هر چی که نوشتم آماده هست، پروندهش، اینم پرونده را تحویل میداد. الله میفرماید القیا فی جهنم کل کفار عنید، بیاندازید در جهنم هر انسان ناسپاس ضدی را. دستور داده میشه
هر انسان ناسپاس را بیندازید. عزیزان طلبه و اهل علم میدانند القیا صیغه تثنیه هست. به دو نفر گفته میشه شما دوتا بیندازید. این دو نفر کیان؟ چند قول هست اینجا. بعضی گفتن این الف تثنیه نیست، این الف جایگزین نون تأکید است. القیا به معنی القیان، حتما بیندازید. به دو نفر گفته نمیشه، به یک فرشته دستور داده میشه. اما بعضی ها مثل امام ابن جریر و غیره میگن این خطاب تثنیه است. همین دو تا سائق و شهید، همین که قبلا خواندیم، دو فرشته، یکی سائق یکی شهید، به اون دو گفته میشه، به اون دو گفته میشه که شما دوتا بیندازید. حضرت شیخ رحمه الله هم معتقد است با توجه به آیه دیگر القرآن یفسر بعضه بعضا، این صیغه تثنیه است. ما در سوره رحمان میخوانیم ان شاء الله یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرمان در روز قیامت با سیمایشان شناخته میشند. دستور داده میشه که ناصیه یعنی موهای پیشانیشون را بگیرید و پاهایشون را بگیرید و بندازی وسط جهنم. لذا اونجا دو تا فرشته میگیرن، یکی از پیشانی انسان را میگیره، انسان مجرم را، یکی از قدم میگیرد. این دوتا دور میندازن وسط جهنم میفته. لذا پس صیغه تثنیه درسته، به دو فرشته خطاب میشه. الله میفرماید القیا، بیاندازی شما هر دو فرشته، فی جهنم، در جهنم، کل کفار عنید، هر انسان ناسپاس ضدی را بیاندازید، مناع للخیر، اون انسانی که جلوی خیر میگرفت. مناع جمع مبالغه مانع است، مانع خیر بود. معتد مریب، اون انسان متجاوز و شکاک، متجاوز از حد گذشته بود، یعنی شرک میکرد، شکاک درباره قیامت شک داشت. الذي جعل مع الله الها آخر، اون انسانی که همراه با الله معبود دیگر را می پرستید. در کنار الله می گفت خدای دیگر هم هست. فالقیاه فی العذاب الشدید، الله دستور میده که این انسان را بیندازید در عذاب شدید. وقتی که این انسان را در جهنم می اندازند، اون شیطانی که او را گمراه کرده، قرین دوم، اون شیطان به لرزه می افته، اون برای خودش می ترسه. اون چی میگه؟ قال قرینه ربنا ما اطغیته، قرینش میگه، همراهش از شیطان میگه پروردگار من این را گمراه نکردم، ما اطغیته، من این گمراه نکردم، ولكن کان فی ضلال بعید، این خودش در گمراهی بدور از حق بود، خودش گمراه بود، من فقط راهنمایی میکردم، خودش میرفت به طرف ضلالت. الله اونجا دستور میده قال لا تختصموا لدی، در محضر من با هم بحث نکنید، با هم جدل نکنید، با هم مباحثه نکنید. وقد قدمت الیکم بالوعید، من قبل از این برای شما پیغام فرستاده بودم. قدمت الیکم، تقدیم کرده بودم، وعید را، ترس را، شما را تهدید کرده بودم، وعید فرستاده بودم. که خدا چی گفته بود؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، من جهنم را از جن و انسان پر میکنم. لذا تو ای جن هم بحث نکن، تو ای انس هم بحث نکن، شما با هم دیگه الان درگیر نشید، من همه شما را تو جهنم میتازم. معنیش اینه ما یبدل القول لدی، قولی که من فیصله کردم که جهنم را از وجود شما مجرمین پر میکنم، از وجود شما مشرکین پر میکنم، اون قول نزد من تبدیل نمیشه. و ما انا بظلام للعبید، منظور از این قول همون القیا فی جهنم هست، بیاندازید در جهنم، همون قول. لذا من ظلم کننده نیستم برای بندگانم، من ذره ظلم نمی کنم. خود شما بر خود ظلم کردید.
غفلت کردید، معصیت کردید، شرک کردید، راه خرافات را خلاف قرآن را بردید، لذا الان بحث نکنید. خب بعد از اینکه الله عزوجل در رابطه با احوال میدان حشر و اینکه این انسان به جهنم انداخته میشه بیان فرمود، حال بازم تخویف اخروی از احوال خود جهنم چه شرایطی دارد، چه وضعیتی دارد. الله می فرماید یوم نقول لجهنم هل امتلأت، روزی که ما میگوییم به جهنم ای جهنم آیا تو پر شدی؟ جهنم قانع نیست. و تقول هل من مزید، جهنم میگوید آیا بیشتر از این هم هست پروردگارا؟ یعنی من میخوام، هنوزم میخوام. جهنم میغرد، غرش میزند و مجرم میخواد، میگه هنوز من تشنه مجرمان هستم. مجرمان تو جهنم انداخته میشن، آخر مجرمان تمام میشن. در حدیث شریف آمده الله عزوجل به خاطر اینکه اون جوشش جهنم تمام نمیشه، اونطور که لایق به شأن الله عزوجل است، در حدیث میں الله ساق مبارک و پای مبارک میزنه تو جهنم که جهنم آرامش بگیره. لذا جهنم به این راحتی دستبردار از انسان ها نیست. این آیه همینه میگه یوم نقول لجهنم، روزی که ما میگوییم به جهنم هل امتلأت، ای جهنم آیا تو پر شدی؟ و تقول هل من مزید، میگه من میطلبم بازم بیشتر از این. استفهام طلبی هست نه؟ و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید. الله اینجا بعد از تخویف تبشیر بیان میفرماید، بشارت، مجده. فقط ترس و بیم نیست قرآن، فقط ناامیدی نیست، امید هم هست. اما امید برای چه کسانی؟ کسانی که ببینی این صفات را دارند، این صفات را در وجودمون احیا بکنیم. الله می فرماید و ازلفت الجنه، نزدیک قرار داده می شود بهشت، للمتقین، برای متقیان. معلوم میشه که بهشت جای اهل تقواست، بهشت مال خدا ترسان است، کسانی که از رب می ترسند از معاصی فاصله می گیرند. غیر بعید، الله می فرماید دور نیست اون بهشت، نزدیکه، به زحمت نمیفتی تا اونجا برید. هذا ما توعدون، به آنان گفته میشه ای بهشتیان این اون چیزی هست که شما وعده داده شدید در دنیا، وعده داده میشوید. لکل اواب حفیظ، برای هر انسان اواب حفیظ، هر انسانی که اواب باشد و حفیظ باشد. معنی لفظی اواب از اوب است، اوب به معنی رجوع کننده، حفیظ هم به معنی حفاظت کننده. اما تفسیر صحیحش حضرت مجاهد رحمه الله که یکی از مفسران است، ایشون فرمود الا انبئک بالاواب الحفیظ، آیا من معنای اواب حفیظ را برات بگم؟ بعد خودشون فرمود هو الرجل یذکر ذنبه اذا خلا، اواب حفیظ همون مردی را میگویند که وقتی تنها میشه گناه خودش را یاد میکند. وقتی در تنهایی میره چیکار میکنه؟ گناه خودش را یاد میکند. فیستغفر الله منه، از الله آمرزش میطلبد به سبب از اون گناه. یعنی وقتی که تنها میشه کسی نیست یاد میکنه خدایا من چه جنایتی کردم، لذا استغفار میکنه. این اواب است، بار بار به خدا رجوع کردن و حفظ کردن و یاد کردن اشتباهات. باز هم تفسیر متقین و تفسیر اواب حفیظ خود قرآن ادامه داده. کیه این متقین؟ کیه این اواب حفیظ؟ الله می فرماید من خشی الرحمن بالغیب، اون انسانی هست که از رحمان می ترسد.
از الله میترسد، بالغیب الله را ندیده و میترسد. و جاء بقلب منیب، اون انسانی که به دربار الله می آید با قلب منیب می آید. قلبی که در اون قلب انابت است، قلبی که در اون قلب ضد نیست، اناد نیست. انابت ضد اناد است. قلبی که در اون قلب حق طلبی هست. لذا الله به این افراد میگوید، به همین انسانهای متقی، انسانهای با تقوا و خدا ترس، الله میفرماید ادخلوها بسلام، وارد اون بهشت من بشوید ای انسانها با سلامتی. ذالک یوم الخلود، این روز روز خلود است، روز همیشگی است. برای 2-3 سال نیست، برای 10 سال و 20 سال نیست، همیشه و همیشه. لهم ما یشاءون فیها، برای اونها در اون بهشت هست هر چی که بخواهند، هر چی که طلب بکنند. اما رب العالمین میفرماید ولدینا مزید، نزد ما بیشترم هست. یعنی نزد ما نعمتهای مزیدی هست، نعمتهای بیشتری، نعمتهایی که انسان اصلا فکرش را نمی کند، مثل دیدار الله عزوجل، زیارت الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که الله تعالی به بهشتی ها میگه که چیزی باقی مانده؟ میگه یا رب نه، هر چی که در دل ما خواست ما به اون رسیدیم، به تمام تمناها و آرزوهای دل رسیدیم. الله میفرماید نه، یک چیز مانده، اون ملاقات من است، دیدار من است. بعد الله عزوجل اونطوری که جلال الله تقاضا میکند، شأن الله است، الله خودش را به بهشتی ها نشان میده. چنان اهل بهشت محو میشوند، چنان لذت میبرند از دیدار دوست و از زیارت رب که وصفش را انسان عاجز بگه. بعد تمنا میکنند دیگه هیچ چی نباشه، همین یکی باشد. الله میفرماید نه، هر جمعه به جمعه، هفته یک بار دیدار الله نصیب میشه برای بهشتی ها. الله میفرماید ولدینا مزید، نزد ما بیشتر از این هست. خب بعد از این که هم الله عزوجل مژده بیان فرمود، بشارت بیان فرمود و همچنین تخویف بیان فرمود، حال تخویف دنیوی. الله میفرماید عذاب در آخرت فقط نیست، در دنیا هم برای مجرمین عذاب است. الله میفرماید و کم اهلکنا قبلهم من قرن، چقدر از انسان ها را که قبل از اینها بودن ما هلاک کردیم، من قرن، در قرن های مختلف. هم اشد منهم بطشا، اون انسان ها سخت‌تر بودند از اینها از نظر قوت، قدرت، از نظر گرفت قدرت. یعنی ای قریش مکه، ما مردانی مثل شما که در قبل هلاک کردیم، اونها از شما نیرومندتر بودند، اونها قدرتشون از شما بیشتر بود. فنقبوا فی البلاد، اونها وارد شهرها شدند و شهرها را تابع خود قرار دادند، شهرها را مسخر کردند. هل من محیص، اما بعد از اینکه عذاب من آمد آیا از عذاب من خلاصی هست؟ محیص یعنی مفر، جای فرار هست، خلاصی هست. ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. همانا در این واقعات، در این حوادث، در این اتفاقات اقوام گذشته لذکر، پند هست. بعضی از ما از واقعات گذشته به عنوان یک داستان فقط نگاه میکنیم، خود را سرگرم میکنیم، اما بعضی که الله عزوجل به اونها فهم و فراست داده، به اونها قلب آگاه و دلی فهمیده داده، اونها از این واقعات درس میگیرند. الله هم هنا میفرماید لذکر لمن کان له قلب، پند و اندرز هست برای اون انسانی که برای او قلبی هست،
یعنی عقلی هست. او القى السمع و هو شهید، یا اینکه گوش کند، گوش را القا کند یعنی خوب گوش کند و هو شهید. شهید یعنی قلبا هم توجه داشته باشد، قلبا هم حاضر باشد. بعد از اینکه الله عزوجل هم تخویف دنیوی بیان فرمود و هم تخویف اخروی، حال دلیل دیگری، دلیل عقلی دیگری برای ثبوت قیامت از دلایلی که قبلا گفتیم تو این سوره ها اثبات قیامت است. الله می فرماید ولقد خلقنا السماوات والارض، همانا ما آفریدیم آسمان ها و زمین را، و ما بینهما فی 6 ایام، و آنچه که در میان اینها بود در ظرف 6 روز. و ما مسنا من لغوب، به ما هیچ نوع خستگی نرسید. ما از پیدایش زمین و آسمان خسته نشدیم. از پیدایش این انسان خسته میشیم؟ معنیش اینه که برای ما آسان است. اما در اینجا تسلی برای رسول الله است. ای پیامبر ما تو صبر کن. اگر اینها یاوه‌گویی میکنن، اگر اینها مسخره میکنن، اگر اینها اذیت میکنن، تو صبر کن و در کنار صبر عمل کن. چه اعمالی انجام بده؟ نماز بخوان، امور مصلحه. فاصبر على ما یقولون، اولین چیز صبر کن بر آنچه که آنها میگویند. و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. و تسبیح و حمد رب را بگو، یعنی نماز بخوان. بعضی گفتن مراد نماز است. قبل طلوع الشمس، قبل از طلوع خورشید. قبل از طلوع خورشید چی نمازی هست؟ نماز صبح، فجر. و قبل الغروب، قبل از نماز قبل از غروب خورشید چیه؟ هم عصر هم قبل از اون ظهر است. و من اللیل فسبح، همچنین در شب تسبیح الله را بگو، یعنی مغرب و عشاء. و ادبار السجود، و ادبار السجود پشت سر سجده ها، یعنی بعد از فرائض سنن و نوافل. پس گفتند مفسرین که این یکی از محدود آیت هایی هست که در این آیه اشاره به سوی نمازهای پنجگانه شده. و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، یعنی نماز صبح. و قبل الغروب، یعنی نماز ظهر و عصر. و من اللیل، شب، یعنی نماز مغرب و عشاء. و ادبار السجود، و نمازهای دیگری که پشت سر سجده ها میخوانی، یعنی پشت سر فرائض میخوانی. بعد از فرائض ما چی میخوانیم؟ سنن و نوافل. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، گوش کن روزی که ندا کننده از مکان نزدیک. منظور از ندا کننده اسرافیل است. ندا می کند، سورش را می دمد، سورش را می زند، به اصطلاح بوغش را می زند. اما من مکان قریب، مکان قریب معنیش اینه که اون سور را وقتی که اسرافیل می زند چنان صدایش نزدیک، هر که فکر میکنه که بیخ گوش منه، چنان صدا بلنده. هر که فکر میکنه این صدا به من نزدیک بود. لذا الله عز وجل میفرماید یوم یسمعون الصیحة بالحق، روزی که همه انسان ها میشنوند صیحه را، صیحه یعنی فریاد را، فریاد اسرافیل را به حق میشنوند. ذالک یوم الخروج، این روز روز خروج از قبر هاست. همه از قبور چی میشوند؟ خارج میشوند. انا نحن نحیی و نمیت، همانا ماییم که زنده میکنیم شما را و میرانیم. و الینا المصیر، و فقط به سوی ماست جای رجوع شما. الله می فرماید یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که زمین شکافته میشه، زمین شق میشه، با سرعت از زمین بیرون میآیند.
ذلك حشر علینا یسیر. الله می فرماید این حشری هست، جمع شدن شما انسان ها در میدان حشر بر ما آسان است. علینا یسیر. نحن اعلم بما یقولون. بازم تسلی برای پیغمبر. وقتی که این آیات نازل می شد مشرکی مسخره می کردند به قیامت و به زنده شدن بعد از مرگ. الله تسلی میده پیامبر خودش را: ای محبوب من، تو ناراحت نباش، ما بهتر میدانیم اینا چی دارن میگن. نحن اعلم بما یقولون، ما بهتر میدانیم آنچه که میگویند. و ما انت علیهم بجبار، تو بر اونها جبار نیستی، یعنی زورگو نیستی، سختگو نیستی، بلکه مبلغ و ناصح هستی. پس ای پیغمبر تو چیکار کن؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، به وسیله قرآن پند بده، تذکر بده، اندرز بده. من یخاف وعید، اون انسانی را که بترسد از وعید. وعید روز قیامت، از روزی که در اون روز ترس هست. لذا این انسان هایی که میترسن اونها را بترسن. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا اله العالمین بر ما لطف بفرما، بر ما ترحم بفرما. اله العالمین پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، از عذاب جهنم، از سختی های آخرت، از شدائد میدان محشر، از شدائد پل صراط و از همه مراحل سخت قیامت نجاتمون عنایت بفرما. پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. ما را جز اهل سعادت بگردان، ما را جز اهل نجات بگردان. پروردگارا ما را از سختی ها و از شدائد و از مشکلات و از رسوایی دنیا و آخرت حفاظت بفرما، نجات بده. پروردگارا بر ما لطف بفرما، بر ما کرم بفرما، به ما توفیق بده از این آیات زیبایت که سراپا نور هستند، سراسر هدایت و روشنی هستند. به ما توفیق بده زندگی خودمون را با این آیات روشن بکنیم. به ما توفیق بده که ما مسیر درست را با این آیات بپیماییم. مولا به ما استقامت در دین نصیب بفرما، به ما ایمان کامل و دین کامل، رزق حلال و دنیای صالح نصیب بفرما. از ما راضی و خوشنود باش مولا و همیشه در راه رضایت ما را زنده بدار. اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. گذشتگان ما را به ویژه پدران و مادران ما را مغفرت بفرما و اله العالمین بقیه مشکلات مسلمین را حل بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل
إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.